آقای بهمن باقرزاده که خبرنگار حوزه موسیقی هست که من خبرهای هنری بیشتر از مرجع اونجا رسمیتش رو اول خودم تایید میکنم، بعد میرم بهش میپردازم. یه تحقیق جالبی کرده که میخوام به شما نشون بدم که صحت و سقمش رو نمیدونم. یعنی میتونستم الان به خاطر این ترک تاکداون که تازه اومده خیلی جنجال برانگیز شد و میخوام به صورت سلسله وار بهش بپردازم، برام ویوهاش مثلا رادیو جوان، مادیو جوان اینا رو چک بکنم، مال هم مهدی جراحی و هم آقای دورچیو، بعد بیام اینو. ولی خب همینطوری استناد میکنیم به همین آقای باقرزاده که خود راست دروغش با خودش. ایشون گفته که مجموع آمار بازدید ترانه دافی که حالا توضیح خواهم داد به صورت سلسله وار، رازگشایی میخوام بکنم از لیریکسش و متنش، بعد از ویدیوهاش، مفاهیمی که درونش بوده، قضیهش چیه، اون شرکت موضوعش چیه و اینا. دافی که مربوط به این ترک ایشون بوده که میدونید وایرال شده در کجا و چه اتفاقی افتاده، قبل از بازداشت این خواننده این گروه که این ترک منتشر کردن 19 میلیون بازدید داشته. با توجه به اینکه جمع زده آقای بابازاده صفحات رسمی و فن پیج های مورد تاییدش رو، جمع زده به عدد 19 میلیون بوده، پس از بازداشت 44 میلیون این ترک دافی. خب حالا میخوام این پیش بینی جالبی بکنم احتمالاً، ولی فانه بیشتر. و دورچی این خیلی باحاله. ها یه ویدیو هم میخوام به مقایسه بکنم پرونده این سه فرد رو که حالا کلا مسئلهشون با هم چقدر متفاوت. این قضیهش تجاری، این امنیتیه، این در واقع خیلی اجتماعی و ساده است. حالا anyway دورچی همون ترک دم فلان، اون قضیه اون ترک جنجال برانگیزش 21 میلیون بازدید داشته، ویو داشته، پس از بازداشت شده 38 میلیون. خب اون موقع که این دورچی بازداشت شده بود خبر رسمش اومد، من 15 میلیون بود دیدم در فکر کنم یه چیز دیدم، یکی از همین چیزهای خارجی. حالا ایشون میگه من جمع زدم فن پیجا رو اینا رو. بعد از بازداشت آقای دورچی چیز فارسی انگلیسی نیستش، حالا توضیح خواهم داد بعداً. بعد از بازداشت شده 38 میلیون، تقریباً 2 برابر شده. برای اینم تقریباً 2 برابر. بعد ترک هم قضیه مهد کودک که پیش پرداختم قبلا، آقای مهدی جراحی قبل از بازداشت ایشون 4.5 میلیون ویو داشته، پس بازداشت 17 میلیون. اینجا به نظر میاد 3 برابر شده. ولی حالا این نکته جالبی هست، همین الان به نظر رسید این ترک دافی 2 ماه قبله، الان 13 شهریور روز دوشنبه است فکر کنم، 2 ماه قبل این ترک تاکداون اومده بیرون، پس 2 ماه داشته ویو میخورده، یعنی وایرالیتش رو طی کرده در مثلا اینستاگرام. اما روسریشو همون مثلا 4-5 روز بعد از اینکه منتشر شد پس اینشون بازداشت شده. پس اگر میذاش بازدید بخوره احتمالاً چیز نبود، فاصلهش اینجوری 3 برابر نبود. یعنی تقریبا این اختلاف ویویی که اینجا هست بین 4.5 تا 17 یه قسمتش فقط به خاطر جنجال برانگیزیش و این مثلا برهه حساس کنونی و موضوعش لزوما نیست، یه قسمتش هم به خاطر ویو طبیعیشه. همین الان 2 هفته گذشته، یا مثلا دورچی 2 هفته گذشته بود از این ترک خیلی خاصش که این اتفاق براشون شد. پس احتمالاً از این با استناد با فرض صحیح بودن این اطلاعاتی که آقای بهمن باقرزاده خبرنگار موسیقی داده، نمیتونیم به این نتیجه برسیم که خبر احتمالاً میتونیم به این نتیجه کانکلوژن بکنیم که احتمالاً خبر بازداشته یا ممنوعیت یک ترک، یک اثر، یا مثلا ممنوعیت مشکل حقوقی پیدا کردن یک خواننده تقریبا 2 برابر ویو میاره روی اون اثر خاص. خب حالا این میتونه عواقب منفی داشته باشه، میشه مثبت. منفیش این جهتی که مردم میگن ببینیم چیه. حالا این من توضیح میدم. این ترکش اصلا ترک اینستاگرامیه، اصلا ارزش چیزی نداره، بیرون پلتفرمی نداشته که مثلا برای دورچی اینا هر میرفت مثلا مسخره بازیش و کاورش اینا اومد، اینا مثلا با چالش تیک تاکی مثلا داشتن. مهدی جراحی و مثلا تلویزیون ایران اینترنشنال اینا بولد کردن، یعنی همشون یک چیز نبودن از نظر هنری. ولی خب
تبعاتش اینه که آدما میرن میگن بریم ببینیم چیه این که مثلا باعث بازداشت. اینها میخواستم این نشته بستم که حالا فان این چیزی که دارم میگم، ولی ممکنه که بر اساس این دیتایی که آقازاده داده میشه پیش بینی کرد که هر ترکی خبر بازداشته صاحب اثر 2 برابر ویو میده. پس افرادی میتونن پیدا شن تا چند روز آینده خواننده ها می آرتیست ایرانی کره‌گیر و ویو گیره بیاد بگی که ما بازداشت شدیم به این خاطر، به خاطر این آهنگ ما بازداشت شدیم. بعد مردم بریزن برن آهنگ رو ویو بکنن. این اتفاق ممکنه بیفته تا چند روز آینده. نه خودم راستش بخوام در یک سری پلتفرم خارجی هست اونجا به صورت مثلا غیر مستعار میری اونجا مثلا بیشتر برای مثلا مسخره بازی و اینجور چیزا. بعد هر کسی این مدت باب شده بود، اصلا هر کس مثلا میخواست بره مسافرت یه خبر جعلی از خودش منتشر میکرد. آره من خودم این کارو میگم همه این کارو که فلانی مثلا در بیمارستان بستری است، فلانی همه خبرش باعث میشد همه کنجکاو بشن تحقیقات میکردن که چی شده که میمد نبود، رفته بود کیش یه خبر جعلی از خودش در میومد در صدر خبرها، اتاق میزدن تحلیل میکردن فلان. پس این آماره میتونه آرتیستای کره‌گیر ما رو، آرتیست کره‌گیر ایرانی رو مجاب به این بکنه که از خودشون چیز در بیارن. یعنی مثلا نه حالا حرف عادی در، مثلا یارو توی جاده داره میره یه مشکل حقوقی خاص دیگه ای داره، مثلا سر ارث و میراث و فلان، مثلا بازداشت شده یا هر چیز رفته زندان و فلان، بیاد بگه من به خاطر اون آهنگم مثلا مشکل برام پیش اومده و مردم برن بگن این آهنگشو بریم بشنویم که ویو بگیره. یعنی این میتونه تبعات منفی داشته باشه و میتونه از نظر جامعه شناختی پدیده جالبی باشه که اگر یک کاری چجوری چقدر جالبه، اگه یک کاری مشکل دار تشخیص داده بشه مردم میرن ببینن چیه. خیلی پدیده عجیبیه این، بعید میدونم روند طبیعیه همه جای جهان در نوع بشر باشه که شما بگی آقا یه چیزی هست این بده، خب به خاطر بد بودنش مثلا اون دولت حکومت مستقر مثلا جلوی فعالیت اون صاحب اثر رو الان موقت گرفتی، مردم هم ببینن چیه. و اگه خوب بود که جلوشو نمیگرفتن، داشتی میدیدی که. این خیلی فضای جالب، این پدیده جالبیه. حالا باید بپرسم مثلا در فکر کنم در کشورهای این منطقه ما اینجوری هست، چون تو ترکیه هم به نظر میاد این مسئله باشه. خب این الان شد قسمت 1. من خواستم همین آماره رو نشون بدم که به گفته آقای بابازاده تقریبا میشه گفت این 3 تا اثری که تو همین 2 هفته گذشته به طور رسمی گفته شد که صاحب اثر، حالا این که این خودش کاری نبوده، این فقط پیمانکار بوده برای تولید اثر، اما ایشون همه کاره بوده و دیگه راهی تئوریسین بوده که ما حالا بحث نشم رفتیم خواستیم آناتومی ذهنش هم در بیاریم. دورچی هم من فکر کنم مشکل پخش داشته، بعد موقع پخش شده ترکش توضیح خواهم داد که تو این 1 ماه گذشته این اتفاقات افتاده باعث شده 2 برابر ویو بگیرن کاراشون. حالا کسایی که تو کار جامعه شناسی هستن میتونن برای این مرجع بکنن که چگونه همچین پدیده میتونه اتفاق بیفته. خب همین بود فعلا، خدا نگهدار. قصت‌های بعدی چیزای جالب‌تر این قضیه دافی اینا رو بهش میپردازم و مهدی عراحی هم چند تا گزینه چند تا موضوع ازش مونده، محسن چاوشی و اینا فعلا الان موضوعیت نداره، خود فضا چیزه ایشون خیلی تو چیز قرار میگیره، طرفدارش عصبانی میشن. ولی دورچی حالا آزاد شده، عکسش هم نشون میدم بهش میپردازیم که کلا وضعیتش چجوریه و اینا.